بهتر شب تو این کاروانسرا بمونیم و فردا به کاروانی که عازم هندوستان ملحق بشیم. سلام مادر، شب بخیر، خسته نباشید. شما هم خسته نباشین. من تاجرم و عازم هندوستان. خیلی خوش اومدین پسرم. میخوایم امشب اینجا بمونیم و فردا زحمتو کم میکنیم و به کاروانی که عازم هندوستانه ملحق میشیم. پسرم شترا رو به طویله ببر و براشون آب و علف بذار. منم میرم براتون شام آماده کنم. متشکرم مادر. پس با اجازه شما برای استراحت به یکی از اتاق‌ها میریم. شام که خوردیم باید زود بخوابیم که از قافله عقب نمونیم. بله در بازه، بفرمایید. شامتون رو آوردم، زودتر بخورین. اگه چیز دیگه هم میخواین بگین که براتون بیارم. نه دست شما درد نکنه، همین کافیه. به هر حال چیزی لازم داشتین صدام کنین. ممنون مادر. برو یه سری هم به اون زبون بسته ها بزن و زود بیا که فردا کلی کار داریم. چشم موسا. اوسا بیدار شو، بیدار شو. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ نکنه شترها طوری شدن؟ نه اوسا همشون سالمن. یه قاصد از کاروان اومده و میگه کاروان داره حرکت میکنه. اگه الان راه نیفتیم دیگه به اونا نمیرسیم. پس چرا اینقدر زود؟ باید زودتر حرکت کنیم تا به کاروان اصلی برسیم. اونا یه روز زودتر حرکت کردن. همه یه کاروانسرا رو گشتم، اثری از پیرزن و پسرش نیست. بهتره زود بریم، همین الان به اندازه کافی دیر شده. چاره ای نیست، نمیتونیم بیش از این صبر کنیم. پس پول غذا و جا رو جدا کن و اونو تو کار بنداز تا موقعی که برگشتیم هرچه سود آیدش شد حساب کنی و اونا بدیم. چشم موسا.
بفرمایید. یک سال بعد. ببینم این همون کاروان سراییه که سال گذشته شب و در آن گذروندی؟ بله همونه. خدا کنه اون پیرزن و پسرش هنوز اینجا باشن که بتونیم پولشون رو بدیم و بعدی 1 سال از زیر دینشون بیرون بیایم. سلام مادر. سلام، خسته نباشین. مانده نباشی. خیلی خوش اومدی. پاشو ننه، شترا رو آب بده. پاشو. دست شما درد نکنه. منو به خاطر میاری؟ قبلا هم اینجا اومدم. نه نمیشناسم مادر. 1 سال قبل با این شاگردم اومدیم و 1 شب و اینجا مهمان شما بودیم. نه من هوش و حواس درست و حسابی ندارم. اینجا محل رفت و آمده، آدم ها میان و میرن. شما برای ما 1 مرغ و چند تا تخم مرغ آماده کردید. ما مجبور شدیم صبح خیلی زود از اینجا بریم و چون شما را پیدا نکردیم بدون اینکه پول شما را بدیم از اینجا رفتیم. خدا را شکر که دوباره دیدمتون. آره یه چیزایی داره یادم میاد. مادر ما هرچی گشتیم شما را پیدا نکردیم. آره یادم اومد. اون شب ما فکر نمی کردیم شما صبح به اون زودی برید. وقتی ما برگشتیم متوجه شدیم شما فرار کردین. البته ببخشینا، رفته بودین. بازم معذرت میخوام، ولی من تمام پولی رو که باید به شما میدادم جدا کردم و اونو ضمن سفر و تجارتم به کار انداختم تا هر آنچه سود عاید اون میشه با پول خودتون به شما بدم. خدا رو شکر که تجارت این سفرمونم خوب بود و این شتر با تمام بار روی اون سهم است. خدا عمرتون بده، دست شما درد نکنه. اصلا فکرشو نمی کردیم 1 بار دیگه شما رو ببینیم. حالا اگه اجازه بدین ما تو یکی از اتاقا امشب بگذرونیم و فردا به سفرمون ادامه بدیم. بفرمایین. همین اتاق تمیز و آماده است. خیلی ممنون. اوسا بلند شو. چی شده؟ نکنه شترها فرار کردن یا نکنه دزد اومده؟ نه اوسا، 2 تا نگهبان اومدن و میخوان شما رو به محکمه ببرن. نگهبان؟ برای چی؟ آخه مگه چی شده؟ حتما یه اشتباهی پیش اومده. نمیدونم، میگن پیرزن و پسرش از شما شکایت کردن. چی؟ پیرزن و پسرش؟ آخه برای چی؟ ما که چندین برابر پول اونا رو دادیم. همین مرده، بگیریدش. آخه به چه جرمی؟ من نمیدونم، فقط میدونم که شما رو باید به محکمه ببرم. مگه من چیکار کردم؟ من که چند برابر پول شما رو پس دادم. وقتی رفتیم محکمه خودت میفهمی. جناب قاضی، این همون مردیه که میگفتم. سال گذشته به کاروانسرای ما اومد و 1 شب اونجا موند و برای شام مادر پیر من 1 مرغ و چند تا تخم مرغ براش پخت.
فردای اون روز وقتی ما به سراغ اونا رفتیم دیدیم بدون اینکه پول جا و غذا رو بدن فرار کردن. جناب قاضی شما بگین خدا رو خوش میاد که مادر پیر من اینقدر زحمت بکشه و این مرد چنین رفتاری با اون بکنه؟ ولی ماجرا اینطور که این جوان میگه نیست. ما هرچی گشتیم اونا رو پیدا نکردیم. از طرفی مجبور بودیم هرچی زودتر به کاروان عازم هندوستان بپیوندیم. به همین خاطر پول اونا رو جدا کردیم و در تجارت خودمون به کار انداختیم و امسال که برگشتیم پول اونا رو با چندین برابر سودی که عایدشون شده بود به اونا برگردوندیم. حالا نمیدونم چرا این جوان مادرش از من شکایت کرده. نمیدونم. میبینید جناب قاضی خودش هم اعتراف کرد که فرار کرده. حالا هم میخواد با این پول ناچیز سر مادر پیر منو کلاه بذاره. آخه مگه اون مرغ و تخم مرغ چقدر ارزش داشته؟ 1000 دینار جناب قاضی. چی؟ 1000 دینار؟ همه مرغ خروس‌های بغداد هم اینقدر نمیشه. سرمایه من اصلا 1000 دینار نیست. آخه برای چی؟ تمام اون غذا حتی 1 دینار هم ارزش نداشت. بله ولی اگه اون 4 تخم مرغ و زیر مرغ میذاشتیم بعد از مدتی 5 تا مرغ داشتیم که اگه اون 5 تا مرغ هم هر کدوم 4 تا تخم میکردن و اونا رو هم زیر مرغ میذاشتیم مرغای ما 25 تا میشد. و اگه این کارو تا چی میگی مرد؟ مگه دیوونه شدی؟ این چه حرفیه میزنی؟ تازه خیلی بیشتر از اینا میشد ولی چون تو این شهر غریبی نخواستیم فکر کنی که میخوام سرتو کلاه بذاری. ای بابا این چی میگه جناب قاضی؟ شما یه چیزی بهش بگین. حرفای 2 نفرتون رو شنیدم. حکم ما اینه تو تا فردا وقت داری 1000 دینار این مرد رو بدی وگرنه من میندازمت زندون. این فرمایش ها چیه جناب قاضی؟ همه میدونن که این مرد شیاد و حقه بازه. ساکت باش مردک. میخوای همین الان بگم تو رو بندازن تو سیاهچال؟ تمام اموال این مرد رو توقیف کنید. تا پول این پیرزن رو ندی تمام اموال در توقیف محکمه است. دست شما درد نکنه جناب قاضی. سهم شما محفوظ نصف. مطمئنم که اگه یه ما هم به این مردکی تاجر فرصت میدادم نمیتونست کاری بکنه چه برسه به یه روز. سهم شما هم نصف نه نصف. نمیدونم این چه بلایی بود که سرمون اومد. برادر میخواین برای حل مشکلتون راه حلی به شما بگم؟ راه حل؟ بگو. مطمئنم که مشکل شما تنها به دست بهلول حل میشه. بهلول دیگه کیه؟ تو این شهر مگه کسی هم پیدا میشه که به ما مسافرها کمک کنه؟ بهلول کسیه که تمام معماهای حل نشدنی رو حل میکنه. ولی من پولی در بساط ندارم که بهش بدم. نه بابا اون چیزی از کسی قبول نمیکنه، فقط برای رضای خدا کار میکنه. ولی این قاضی که من دیدم کسی حریفش نمیشه. ای بابا تو که چیزی از دست نمیدی. درسته حق با توه. حالا کجا میتونم این بهلول رو پیداش کنم؟ یا تو قبرستون یا تو مسجد. معمولا تو یکی از این 2 جا میشه پیداش بکنی. از هر کی بپرسی میشناستش. خیلی خوب بریم ببینیم خدا چه میخواد.
ببخشید شما میدونین بهلول رو کجا میتونم پیداش کنم؟ به نظر میرسه که تو این شهر غریبی. آره اهل این شهر نیستم. اون مرد که اونجا نشسته بهلوله. ببخشید شما بهلول هستین؟ برای تو چه فرقی داره که من کی هستم؟ راستشو بخواین من تو این شهر غریبم و مشکلی برام پیش اومده. به من گفتن تنها کسی که میتونه مشکل من حل کنه شما هستین. من نه، خداست که میتونه مشکل همه رو حل کنه. پس توکلت به خدا باشه. شاید از طریق من خداوند مشکلتو حل کنه. خدا عمرتون بده، منم همینو میخوام. آره خلاصه قاضی گفت تا فردا صبح وقت دارم که 1000 دینار به پیرزن بدم و الا تمام اموالمو میگیره. فردا صبح طبق قرار به محکمه برو. منم به اونجا میام و اگه خدا بخواد مشکلت حل میشه. میخوای چی کار کنی بهلول؟ گفتم که توکلت به خدا باشه. ولی این قاضی کسی نیست که به این راحتی با دست خالی ما کنار بیاد. یعنی تو بیشتر از خدا میدونی؟ البته که نه. وقتی چیزی رو به خدا میسپری بهش اعتماد کامل کن و کاری رو که فکر میکنی اون دوست داره انجام بده و نتیجه رو به خودش واگذار کن. مطمئن باش نتیجه هر چی باشه بهترینه. فردا تو محکمه میبینمت. یعنی میتونه کاری کنه اوسا؟ نمیدونم چرا اینقدر خیالم راحت شد. با اینکه هیچ کاری نکرده ولی با حرفاش آرامش زیادی پیدا کرد. آره اوسا، منم خیالم یه کمی راحت شد. اون فقط ما رو به یاد کسی انداخت که همیشه کنار ما و در هر حالی مراقب ماست، ولی ما همیشه اونو فراموش میکنیم و هر کاری رو به خودمون نسبت میدیم. برو ببین میتونی این بهلول رو پیداش کنی یا اونم مثل بقیه همشهریاش دروغگوه. چشم موسا. رفته بودم اونجا ولی من که بربنده رو بودم قراره بیاد. آره خب جناب تاجر چی کار کردی؟ پول این پیرزن رو تهیه کردی یا نه؟ نه جناب قاضی، شما که میدونین من تو این شهر غریبم و کسی رو نمیشناسم که این پول ازش بگیرم. تمام اموالم هم که در اختیار شماست. پس منم نمیتونم کاری برات انجام بدم و علی رغم میل باطنی مجبورم همان اموالتو به این پیرزن بیچاره ببخشم. به خاطر خدا نه، این تمام دارایی منه که در تمام عمرم به دست آوردم. مگه اون مرغ و تخم مرغ چقدر میارزید جناب قاضی؟ رأی ما همون بود که گفتیم. نگهبان، محکمه تعطیله. اوسا اومد. بهلول اومد. سلام بر قاضی بزرگ شهر. با سر و کله این مزاحم پیدا شد. نگهبان، اموال این جوانو بدین. درود بر قاضی القضات شهر بغداد، مظهر عدل و عدالت، کسی که حق مظلوم از ظالم میگیره و دشمن بدکارانه. جناب قاضی، عده‌ای تو زمینهای شما مشغول کاشتن گندم بودن. بهشون گفتم شما گفتین گندم رو اول بو بدن بعد بکارن. گندم رو بو بدن؟ من کی همچین غلطی کردم؟ همین امروز صبح.
آخه کدوم احمقی گندمو بو میده بد میکنه؟ مگه گندم بوداده جوانه میزنه؟ چرا نزنه قربان؟ جایی که تخم مرغ پخته رو زیر مرغ پخته میذارن و این همه مرغ و جوجه درست میشه، چرا نباید گندم بوداده سبز بشه؟ قربون آدم چیزفا. راست میگه دیگه، حرف حسابه. درست میگه. آره حرف درستی زد. البته قبل از اینکه به اینجا بیام خدمت خلیفه بودم و ماجرای مرغا و تخم مرغا رو براشون تعریف کردم. خیلی دوست داشتن بدونن این داستان واقعیت داره یا نه و من گفتم اگه قاضی بزرگ شهر گفته باشه حتما درسته. خیلی خوب، بس دیگه، کار خودتو کردی. من میخواستم اینا رو امتحان بکنم، ببینم چرا به من نگفته بودی مرغ و تخم مرغ رو پختی. دروغ گوی رسل. میخواستی سر این مرد بیچاره رو کلا بذاری؟ آهای نگهبان، بیا ببر زندان این حقه باز. بیرون چپ بدی شده. ای بابا، ولی جناب قاضی آخه ولی نداره، سریعتر اونو ببری. زود باشین ببینم. آهای به پسر من چی کار داری؟ مگه خودت نگفته بودی اموال تاجر رو میگیریم و با هم نصف میکنی؟ به من تهمت میزنی؟ به قاضی پیشنهاد رشوه میکنی؟ میبینین چطوری میخوان تقوای یه مرد خدا رو ضایع بکنن؟ این چه دلیل بیرون! ای از خدا گفتم بیرون! بیرون! پسرم اموال این مرد چی میشه؟ شما بفرمایید برید به همون کاروانسرا و اموالتون رو بردارید. شما هم برای جناب حاکم توضیح بدین که اشتباه شده بود. شما هم تا تمام گندماتون رو بو ندادن به سر زمینات برو، شاید هنوز مقداری از اون سالم باشه. ای خدا، خانه خراب شده. خیلی ممنونم جناب بهلول، تو زندگی منو نجات دادی. دیروزم بهت گفتم من نه، این خداست که به همه ما کمک میکنه. همه چیزو از اون بخوا و همه چیزو به اون واگذار کن. درست بفرمایید.